سلام دوستان، میخوام یه دونه ابزار بهتون یاد بدم خودتون درست کنید واسه طبقهای 206 207. خودتون میدونید که چقدر اذیت میکنه در آوردنش. دو تا دونه ابزارم که شاید بندازید زایاد به درتون نخوره. ببینید یه مشعله پراید میارید، وسطش رو نگاه چاک میدید، خیلی راحت. دو تا دونه دنده دیشنی پراید باز میارید، همش از خانواده پراید استفاده میشه. ببین دو تا دونه با هم دیگه جوش میدید با یه دونه میل پولوس بلند پراید. خب چی کار میکنیم؟ این دوتا رو با هم دیگه جوش میدید، اینا که چاک میدیم. خب بیا برو پایین واسه در آوردنش توضیح بدم. داشتم خدمتتون عرض میکردم. حالا اتفاقا یه دونه خودرو 207 ما خورده بنده خدا از صفر رفته تو جدول. خیلی هم سخت‌تر شده کارش. ببینید هم میل موجگی رو کج کرده، میبینید؟ هم طبق کج کرده. خب بیا از این ور. چیکار میکنیم؟ پیچ طبق رو که وا میکنیم، میدونید دیگه. مشعله میذاریم روی طبق، ابزارا رو میذاریم روش، یه دونه فشار خیلی راحتی. تمام. و همین راحتی. خب دوستان ببینید این ور سالم تره، این ور هم سالم تره طبقش. و همین راحت بفرست واسه همکاره عزیزمون، اونایی که فنی کارن و مکانیکن. تمام.